سلام دوستان، اومدیم با بررسی بازیکن‌های آسیایی و ببینیم اگر بخوام با تیکت انتخابی یک کدومشون رو برداریم بهترین گزینه کدومه. خیلی از نظر اوورالی میخوان بازیکن انتخاب کنن که از نظر اوورالی بهترین بازیکن این بازیکن ژاپنیه که اوورال 102 میرسه، به تنها بازیکن این پکی که به اوورال 102 میرسه. و کسانی هم از نظر گیم پلی میخوان انتخاب کنن که بهترین بازیکن اندونزیه به دلیل اینکه قابلیت بلیتکر داره و آمار نسبتا خوبی هم داره تو موقعی که مکسش کنید. و بقیه بازیکنهای باکس هم ممکنه بعضیا توی نقطه یه تیمشون نقطه ضعف داشته باشن و بخوان یه دفاع یا هافبک یا مهاجم دیگه ای رو انتخاب کنن و بهترین گزینه ها یا این بازیکن اندونزیه یا این بازیکن ژاپنی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.